یک سوال دیگر استاد، همین بز میکشن کو از قتی بز کشی دخمون میگن همورا ای از مثال بغلتی در دریام بز بمبری مثال حرام میبری یا که بعد اشما شنیدم که بز مثال از پیش از قتی چی کردن ورزش کردن این خوب است یعنی چی است به هم خاطر میفهمونده دوستان. بازی حرام نیست، خودی بازی حرام نیست، همون بوزن اکین مسئلهش بعضی داملاها حرام افتند برای آنکه به بسم الله و به چی کشته میشد افتند برای الله قربانی. اگر جای به جای بوز یک چیزی مثلا دیگر چیز میماندن همون مانند بوزو یگان بازی یگان مثلا ریزین یگان چیز میماندن که وزن داشته باشد برای مسابقه، لیکن بوز نباشد بهتر. لیکن خودی بازی اسب سواری این چیزا درسته و اگر کسی افتید و مرد خودکشی کرده است این گپا دلیل میخواهد، این گپا اساس لازم است، بی دلیل گپ زدن ممکن نیست. جزاک الله خیر استاد. علیکم سلام باشید. فقط استاد همو بزکشیایی که در خودمان می شود زیاد مقصد به ادابیای دیگر در وقت همو بازی میکنند، شاید به خاطر بعضیش کنم به خاطر که بسیار کارد میزدیم بعضی از اون دیگه هست کارد میزنند. بله بله. یا این کارا ظلم است. مثال فرض کردیم آدم به مسجد آمد، اصلا به مسجد آمدن ثواب است، لیکن میبیاد خبرکشی و میبیاد برای فتنه اندازی، میبیاد برای جنگ. همین مسجد آمدنش گناه است. یعنی یا میبیاد از پیش نمازگزارا میگذرد یا تشویش میدهد به نمازگزارا، او مسجد آمده است گناه میگیرد. اون بازی های هم خیلی بازی میرد غیر اینکه بازی حلال است با دیگر کارهای حرام کند، اون با کارهای حرامش گناهکار میشد. اذیت حیوان، اذیت آدما با قمچین دیگه آدمای زدن، در همین بازی بزکشی هم خیلی کارهای گناه زیاد است. یعنی که ناعدالتی، پاردهی، همین کارها هست همون جای هم. سبحان الله. یعنی ناحق آدم مکافات میدهند، آدمی حق از مکافات محروم میکنن، یا اسبش یگان کار میکنن که اسبش بیمار میکنن. این بسیار کارها هست. الله المستعان.